شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در تاجیکستان یکی پی دیگر منصبداران را که از مقام برکنار شدند به کار می‌گیرند. برعکس یک عده منصبداران در تاجیکستان که با از دست رفتن کرسی افسرده و غمگین و حتی بیمار می‌شوند، آنها را در بخش خصوصی کاریری خوبی منتظر است. و مثل نعیم منصورزاده رئیس سابق دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان که در اول سال روان از مقامش برکنار شد و همکنون در ریاست حقوقی یکی از بانک‌های بزرگ کشور آریان بانک کار می‌کند. همتای دیگری او نصرت الله عبداللهیف رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان است. بعد رفتن از منصب در تاجیک صادرات بانک صاحب منصبی نو شد. عبداللهیف که از سال 2006 تا 2015 رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بود، در این بانک در بخش تامین امنیتی آن به کار پذیرفته شد. امیر شاه میرالیف سابق رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است. بعد چند مدتی بازنشستگی رئیس شورای ناظران صاحبکار بانک انتخاب شد و عین زمان رهبر انجمن بانک‌های تجارتی تاجیکستان را نیز بر عهده دارد. این رویخط را میتوان ادامه داد، اما تجربه نخستین کار در شرکت‌های خصوصی را اولین پرزیدنت تاجیکستان قهار محکموف شروع کرده بود. پرزیدنت محکموف سال 1991 با عباره من میروم و شما پشیمان میشوید پورتفل در دست بینای شورای عالی را ترک کرد و بعد چند مدت در شرکت خصوصی شکور به حیث مدیر به کار درآمد. تحلیلگران میگویند توجه شرکت‌ها و بانک‌ها به منصبدارانی که زینه کاریرشان در اداره‌های حکومت به پایان رسیده است بی سبب نیست، چون به گفته آنها مقامداران سابق به خاطر رابطه‌هایشان با افراد تصمیم گیرنده در حکومت توجه شرکت‌ها را به خود جلب می‌کنند. خلوتشاه محمود تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت به نظر می‌رسد که رابطه‌های زیادی که آنها دارند با این آن مقامات، هم شرکت‌ها می‌خواهند استفاده ببرند و برخی از هدفهای خود را پیاده بکنند. در تاجیکستان منصب دولتی در اکثر حالت مرادف قدرت و منزلت و حرمت و احترام از سوی اطرافیان و زیردستان است. دست منصبدار تاجیک گاه خیلی بیشتر از صلاحیتش میرسد و با یک زنگ مقامدار نفر در اداره کاملا دیگر میتواند به جای کار پذیرفته شود یا حتی حکم دادگاه در نسبتش تغییر یابد. زنگ‌های پیوسته تلفنی، ماشین گرانبهای خدمتی و راننده، دعوت به جشن و طربخانه‌ها و تحفه‌های گرانبها همگی عنصر زندگی معمولی یک منصبدار است، اما برابر برکنار شدن از قدرت در یک آن واحد این همه از بین می‌رود. تلفن ساعت‌ها دیگر زنگ نمی‌زند، دعوت‌ها به ضیافت‌ها نیز به یکبارگی قطع شده، دوستانی به شمار ناگهان غیب می‌زنند. تحلیلگران میگویند محض همین گونه رنگ گرفتن زندگی پس از منصب مقامداران را وادار میکند که سخت‌ترین تنقید را از سوی رئیس جمهور تحمل کنند ولی هیچگاه به استعفا نروند. یکی از چنین صحنه‌های تحمل تنقید از سوی منصبداران تاجیک در مجلس جنبسته سال 2007 بود که رئیس جمهور مراد علی مردانوف رئیس وقت بانک ملی را برای مبلغ گذاری ناکفایه بخش کشاورزی سرزنش کرد و او غیر انتظار پاسخ داد. 100% گناهکارم جناب عالی. این است که به گفته همصحبتان ما از قبیل کارشناسان برعکس تجربه کشورهای غربی که پس از چنین سرزنش‌ها استعفایشان را اعلان می‌کنند، به استعفا رفتن یک منصبدار در تاجیکستان رایج نشده است. به نظر می‌رسد حکومت تاجیکستان کوشش می‌کند منصبداران بلندپایه که از منصب دور شده‌اند در نهادهای جمعیتی و یا نیمه دولتی به کار جلب کند یا حداقل به فرزندانشان منصب بدهد. تحلیلگران میگویند با این راه حکومت از احتمالیت به کلان پنجم و یا به صف مخالفان پیوستن منصبداران سابق جلوگیری میکند. برای مثال پس از برکناری عبدالمجید دوستیف از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه، فرزند او فرهاد سلیمی سفیر تاجیکستان در امریکا تعیین شد. دوستیف به اقرار خودش عین زمان به لیمو پروری مشغول است. میرزا شاهرخ اسراری وزیر سابق فرهنگ و غیب الله افضلوف رئیس پیشین ولایت ختلان از شمار منصبدارانی هستند که به کار جمعیتی جلب شدند. این دو منصبدار پیشین حالا یکی رهبر و دومی معاون رئیس سازمان جمعیتی حرکت وحدت ملی را بر عهده دارند. غیب الله افضلوف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از مقام نو و دوران بازنشستگیش خیلی خرسند است. ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهور و معاون وزیر فرهنگ که زود منصبداران پیشین را به محفل گفتگوی تمدن‌هایش دعوت می‌کند میگوید هر نفر منصبدار برکناری از منصب را با شیوه‌های گوناگون قبول می‌کند و افزود ما هم در وقت جوانی ما جای کسی دیگر رو گرفتیم، کسی رو که باید به نفقه رفت و ما هم برای نسل نو باید جای خودمون خالی کنیم، چون که ما هم که پیر شدیم کسی دیگر در جای ما اومده نشده است. این تغییرات و تبدلات طبیعی است. عثمانوف افزود برخی از منصبداران پیشین از آن شکوه میکنند که قدرت کار کردن را دارند اما از تجربه و نیروی آنها خوب استفاده نمی شود.
عثمانوف از تجربه یک منصبدار سازمان ملل متحد جناب مریم مثال آورد که این زمان با معاش رمزی $1 کار میکند و این سازمان از تجربه او هنوز هم استفاده میبرد. او افزود در تاجیکستان هم می شود با همین شیوه از نیرو، تجربه و ظرفیت منصبداران سابق استفاده کرد.